35 سالمه. مامانم کلا یه مدل خورش درست میکنه. خوشو چون چی میکنه؟ نه سر کسی که تاول ما. مامان چه بدار کسی میده؟ به خدا مادرم نکن. چرا دستی من بشکی؟ آقا نگه. چرا این مدل خودش دعوت نه؟ اگه میشه چرا از قابون ایده چرا مدل خورشش عوض نمیشه واقعا؟ سیپم یه مدل خورش ما داره. یا لوبیا رو میندازه یا نمیندازه، یا آبکی درست میکنه یا غلیظ‌تر، نمیدونم. همون خورشته. اسمش چیه؟ بعد به زبان خودش خوشا ماشا تغییر نمیکنه. دقیقا کلا همین مدله. جان من با من همدردیم. خوشا ماشا